برگشتیم با یه ویدیوی جالب دیگه. آره 2 تا دوست دیگه، البته یکیشون رو دیده بودیم، اون خواننده‌ای که با باباش خونده بود. آره و یه خانم دیگه باید بریم ببینیم که این آهنگ چیه. خیلی آهنگ احساسی و خفنیه و کلی هم ویو خورده و کلی هم معروفه توی تاجیکستان. گفتیم بیام روش ریاکشن بریم ببینیم که چطوریه. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم. خب قبل از اینکه بریم این ویدیو رو با هم ببینیم، حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید و زنگوله رو هم بزنید که ویدیو جدید گذاشتیم حتما براتون بیاد که بتونیم ببینیم و 50 نفر دیگه میخوایم تا بشیم خانواده‌مون بشه 1000 تایی. البته اگر سابسکرایب کنید، خیلی دوستتون داریم، حتما سابسکرایب کنید. اگر این ویدیو رو دوست داشتید چک خوری نکن دیگه، بزن دیگه. Let's go. درود بر ایشونو میشناسید؟ ایشون هم خانم جدیده، اینم که با پدر گرامی چه پخته شده. آره پخته دیگه، تو آبجوش گذاشته. فکر کنم عروسی چیزی باشه. دل ز دردی به کسی آواره میمیرد. صداش قشنگه واقعا، آفرین. تا به دادش میرسی بیچاره میمیرد. دل ز درد عاشقی میمیرد، تا به دادش میرسی بیچاره میمیرد. لحظه‌ای دل واپسی 100 باره میمیرد. از کجا رنجی دلی بیمار میدانی. خوب میخونه این بچه، خوب میخونه. من از همون اول این ویدیویی که دیده بودم. آره میخوای ببینی خانم چی میخونه. کار دنیا عاقبت جانم پشیمانی. خیلی صداش قشنگه. چقدر آروم خفنه. چه تون صدای خوبی داره. نخی گنجی به بها از راه ارزانی. عالیه. یعنی از زبون فارسی تاجیکی خیلی تمیزه، از راه ارزانی است. از همه بالا ولیکن قدر انسان نیست. در کنارم بس بگو ای یار میمانی. ای یار میمانی. از تمامی مردمی دنیا تو بالایی. چه عزتی گذاشت روش. از تمام مردم دنیا تو بالایی. در بهاری چشمی من یک شام زیبایی. عزیزی دلم چقدر قشنگه. سیخی شده. اینه اینا شنیدی؟ ریتمش خیلی آشناست. آره. عزیز دل به تو همه ظلمانی. عزیزی دلم من شنیدم. خیلی قشنگه. عزیزی دلم بگو آرام مالی. عزیزی خیلی قشنگه اینو. خیلی خفنه. اینو باید تو خونه‌مون هم گوش بدیم. خیلی باحاله. عزیزی دلم عزیزی دلم به تو همه ظلمانی. عزیزی دلم خیلی قشنگه. دوستش داری؟ آره. به تو همه بیانی. عزیزی دلم بگو آره نمانی. عزیزی دلم عزیزی دلم. عزیزه و عزیزم و اینو همه کلمات زیباییست. اصلا کلا مردمان شادی هستید شما. من دوستتون دارم واقعا. چه تالاری و عروسیه. چه تالاری خفنی. مراسمی هستش. مراسم عروسیه. احتمال 99.9% چون حالت چیدمان میزا معلوم. آره. شوری عشقت در وجودی من نمیرد هیچ. ببین ولی فکر نمی‌کنم مطمئنم، چون این الان صدای لایوشون نیست، صدا گذاشته شده روش. آره منم حس کردم. ولی خب در کل خیلی خفنه. ساز عشقت در سرودی من نمیرد هیچ. این صدا را از گلویم کس نگیرد هیچ. در سرودم تا ابد تکرار میمانی. وای در سرودم تا ابد تکرار میمانی.
صداش خیلی ملایم، خیلی نازه. آره تمیز. مثل عطر تازه در گلزار میمان. وای میگه مثل عطر تازه در گلزار میمان. چقدر کلماتو قشنگ بیان میکنن. آره. از تمام مردمی دنیا تو بالایی. در بهاری چشمی من یک شامی زیبایی. عزیزی دلم به تو همه ظلمانی. عزیز دیگه امروز منو میبینی عزیز دلم. راست میگه. بی تو دلم به تو همه ویرانی. عزیزی دلم بگو آره میمانی. دیگه بگو آره میمانی. از میشه بمونی عزیز دلم. نه. بچه ما دوتا به هم میاییم. آره اینو کامنت کنید ببینید ما دوتا به هم میاییم. دقیقاً. من خیلی دوستش دارم. منم همینطور. عاشقشم. با هم میایم تاجیکستان. عزیزی دلم عزیزی دلم عزیزی دلم به تو همه ظلمانی. عزیزی دلم خیلی قشنگه. خیلی ببین وقتی یه تیکه خفن کورس کار مخصوصا اینجوری میشه خیلی آهنگا میتونه خفن کنه. اکثر آهنگا هم سر همین کورس کار که مثلا ریتم خفنی داره معروف میشن. خیلی از آهنگای دنیا حتی مثلا این آهنگ اد شیرن هست مثل عزیزم لینه سر همین یه تیکه خیلی معروفه. ببین زبان پارسی تا کجا رفته. خیلی تازه باید بیشتر از این میرفت ولی خب ادبیات فارسی خیلی قشنگه. من اکثر خارجی هایی که میبینم با موزیکای ایرانی یا حالا پارس زبان آشنا میشن برای اولین بار برگاشون میریزه که اینقدر تمیز میشه، قافیه چیده و اینقدر صاف و خوشگله. به تو همه ویرانی. عزیزی دلم بگو آره میمانی. عزیزی دلم عزیزی دلم. اگه من اونجا بودم من داشتم خودم یا عزیز اینجوری که این لا میکنه احساس میکنم لایوه ولی خب لایو نیست. نه چون خیلی تمیزه واقعا لایو نمیشه. مثلا هم تو علیسی سر صدا میاد خدا از تمامی مردمی دنیا تو بالایی. در بهاری چشمی من یک شام زیبایی. عزیزی دلم گفت در بهار چشم من یک شام زیبایی. به تو همه ظلمانی. عزیزی دلم به تو همه ویرانی. عزیزی دلم بگو آره میمانی. عزیزی دلم عزیزی دلم عزیز. دیگه تمومه دیگه. نگاه کن صبح با این آهنگ پیاده میشیم، صبح با این آهنگ بیدار میشیم، شبا با این آهنگ میخوابیم. به تو همه ظلمانی. عزیزی دلم. آها اینجا نوشته جان بگه مولودوف با ییلدوز توردیف ولی خوشگله. اینا هم باید خانم زیباییه. آره جای تو پلوه. به تو همه ویرانی. عزیز ولی باز نگاه کن گفتم که توی ویدیو گفته بودم که این خانم‌ها زیاد عملی نیستن اینا. عزیزی دلم بگو آره میمانی. عزیزی دلم عزیزی دلم. درود بر شما. خیلی آهنگ خفنی بود واقعا. من خیلی دوستش داشتم و امیدوارم که شما هم لذت برده باشید این ویدیو. من که خیلی حال کردم. قطعا اینو بعداً گوش میدم حتی تو خونه بس صبح که بیدار شدم عکسمو با این بیدار میکنم. عزیز دلم. خیلی که بگذره ما قرار ویدیوهای بهتری بگیریم مخصوصا راجع به تاریخمون. من خیلی دوست دارم راجع به تاریخمون و چگونگی این که بابا چی شد که جدا شدیم. میدونم چی بود قرارداد چی بود فلان چی بود. نمیدونم کدوم بی شرف این کارو کرده. آره همون. نمیدونم اینا گوساله ها. یه سری گوساله ها پیدا میشه تو تاریخ
ما خب ما و شما و گل ماییم دیگه هممون که آدم برگاش میریزه یه کارایی میکردن اصلا دیوونه بازی. حالا بعدا قراره به اون موضوع هم بپردازیم و اینکه اگر این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید، سابسکرایب کنید و اون زنگوله رو بزنید که ما در کنار شما بشیم 1000 تایی و بیشتر در خدمت شما بشیم. خیلی دوستتون داریم. فعلا خداحافظ.